السلام علیکم داملای شیرینسخند، در حالت حیض نفاس بوس و کنار بازم جایز است یا نه؟ با همین مسئله جواب دهید. در حالت حایضه بودن زن، عادت ماهیانه که زنها دارن، یا در حالت نفاسی که بعد از تولد کردن کودک در حالت نفاس هستن، بوس کنار بزن، البته که کنارش بیسته میشه، بوسه هم کنه میشود، به شرط خوفی دیگر کار نباشد. اما قریب کردن او را وطی کردنش حرام است. در حالت حیض عادت ماهیانه زنها خصوصا جوانها خوب گوش کنین، یا در حالت نفاس نزدیکی کردن حرام است. خدا در قرآن منع کرده است ایره که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقربوهن حتی یطهرن. خدا میگه البته خدا با تاکید بنون ثقیله آمدگی است که البته شما به زنها نزدیک نشوید در حالت حیض نفاس بدن. ولا تقربوهن حتی یطهرن، حتی که او زنها نیک پاک شوند. وقتی که حیضش تمام شد، نفاسش تمام شد، غسل کنه، تازه کنه، خشرو کنه، خوشبویی کنه، بعدا همخوابگی شدن جایز است. در حالت حیض اگر به شرطی که شیطان وسوسه کنه و یگان جوان فعلی بده بکنه، اگر توبه و استغفار کنه رو به خدا بیاره، اگر حلالش بدونه کافر می شود، چون که خدا منع کرده است در قرآن. بعضی مسئله ها در گفته است که 1 دینار صدقه کنه، 1 دینار 100 سوم باشه، 200 سوم باشه، صدقه کنه. کم بغل باشه نصف دینار صدقه کنه وقتی که در حالت حیض و همخوابگی کرد. دیگر همین که این یک حکمت الهی است، همون عادت ماهیانه، اون خونه که میبراید همه اون زهر زقوم و میکروب است. و شاید که اکثر کسل هایی که در مردها میشود اما حالت همخوابگی میکنن، همون کسل ها و میکروب ها به مرد میگذرد. او بسیار کاری بد است، خدا معنیش کردگی است. طبی همه امروزه همه مدیسین هم منع کردگی است در این حالت، چون که همه اون میکروب از خارج میشود. حتی در سن 40-45 یا 50 همه حیض اگر قطع شود، اکثر زنها در همین حالت کسل های وزین میشن، بعدش میمیره. این یک حکمت الهی است. برای همین بوسه کردن، کنار کردن جایز است، از ناف تا زیر زانو، یعنی که با او باید که نزدیکی نکنند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه مادرمان قصه میکند که من در حالت حیض بودم، پیغمبر سر مبارک به بالای زانوی من میگذاشت، سخن میکرد، بوسه میکرد. یا که پس مانده همون زن حیض هم خوردنش جایز است. نان و طعام و اوقات پختنش در خانه جایز است، حلال است، که عادتهای پیشینه اینها را منع میکردن. خب دیگر گفته است که السلام علیکم داملای عزیز، من یک خواهر اسلامی شمایم، چند سال شد که دوزنده ام. زنها به پیش من می آیند و خطاب میکنن کرته های آستین کلته، کرته های بی گریبان دوزم و به سبب این گونه زنها من گناهگار میشوم یا نه؟ البته شما گناهگار میشین. شما در گناه زنهای مسلمان گویا یاردم داده ایستاده اید. خداوند جل جلاله در قرآن آیه مبارکه فرستادگی است که و تعاونوا علی بر و تقوا. خدا میفرماید ایره و تعاونوا علی بر و تقوا. ای مسلمان ها، خدا میگه ای بندگان من، شما یک دیگرتان را به نیکی و تقوا و خدا پرستی همه وقت دلالت کنید، یاردم بدهید یک دیگرتان به تقوا و خدا پرستی. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما یک دیگرتون مدد نکنین در گناه و در دشمناگری. این امر خدا هست. رزق و روزی شما را اگر حلال کار کنید خداوند فراوان میگرداند. کرته های آستین کلته و بیگریبان این خواهری که سوال داده است ندوزین، دیگر نمیتونم بگین، اونها را ردشون کنین. اولا که او را پند نصیحتشون کنین که آخر تو دختر مسلمان هستی، مسلمان زاده هستی. آستین کلته و بیگریبان پوشیدن یا بی ستری کردن عادت مسلمان نیست، عادت مردم تاجیک نیست. کدام از مامه ها و مادرهای ما و شما آستین کلته گشت یا بیگریبان گشت؟ کدام اینها همیت ایزا را بدر کرده دور انداخت؟ وقت تاجیک اصل باشه، مسلمان حقیقی باشد، کدامی هم رفتار کردگی است؟
میشنویم باید که عمل بکنیم، عمل نکنیم مصیبتی سخت خدا به سرت میاره وقتی که بدونی و عمل نکردی. کدامی کرد رئیس جمهور پرزیدنت خداوند جل جلاله عمر درازش عطا بکنه، در کارهاش موفقیت عطا بکنه، گفت من مردم تاجیک میخوام که با کرته چکن باشن. کرته چکن چی است؟ آستین دراز داره، خیلی آستین کشا داره که او دختگی است، وزنین از کودک ششمال میته در بالای گواره، خود ششمال میته، غفص از همون متا که بدنش نمیتوه. او دیگر چیتون بگه مسلمان هستین، مسلمانی هم نکردی همون عادت قدیمه تاجیکی خطا بکن. نه اینکه کرته چکن یا که لباس اطلس مردم تاجیک میپوشید، اطلس امروز او روش ریزوندن، شرمندش کردن، اطلس یوبکه کردن، اطلس ترسیکش کردن، با در جای دیگر استفادهش بودن و اطلس دیگه اطلسگریش موند از دیگه، او روش ریخ شرمندش دو اطلس تاجیکه در تمام دنیای مشهور بود. مسلمان هستی مسلمانانه زندگی بکن، لااقل مسلمان هم نباشی تاجیک هستی هم عرف عادتی تاجیکی تا بجا بیار. از این روی خواهرایی که دوزنده هستند، اکثری همین خواهرهای دوزنده اکثر شکی نگاه میکنی یا بخت ندارن یا یگان خوبی در عمرشون نمیبینن یا یگان مثلا که سیاه بخت هستن. بچی خاطر مردم دختر زنه که تاجیک در گناه مدد میکنن اونها را، کرته بگریوان میدوزش خم که میشود تا بند ایناف شد در میدان همه میتوه. این چی مسلمانی است؟ یا آستینش کوتاه میکنند یا دیگر یک نغمه های میدوزد تنگش میکنه، یک جاش که همه عزوهای اون نمایان میشد. در نزد خدا شما گناهگار هستین جواب میتین. کرته مسلمانی آستین دراز به گریوان بدوزین، رزق روزی شما را خداوند میرساند، در زندگیتون برکات عطا میکند، انشاءالله محتاج به هیچ کسی نمیشین. اما در گناه مدد که کردین پول زیاد میوی، اما بخت که نداری او پول زهری تنت میشه میمونه. ایره خواهرها خوب گوش کنن، آگاه باشن که وقتی که مقابل امر خدا که کار کردن در دنیا هم خار میشون، در آخرت هم. دیگر گفته است السلام علیکم پیشوای محترم، میخوام فهمم که در حق والدین کدام نمود صدقه بکنم و کدام نمود صدقه بهتر است. خب در حق پدر و مادر صدقات کردن، دعا کردن، ختم قرآن کردن، همه این ثوابش به روح میت میرسد. در عقیده ما و شما اهل سنت و الجماعت خصوصا حنفی ها هست که و دعاء الاحیاء للاموات، دعای مرده ها برای زنده ها، و صدقاتهم و صدقات زنده ها برای مرده ها نفع لهم، فایده به اون مرده میرسد. یعنی در حق مرده دعا میکنی، نماز نفل میخوانی، تلاوت قرآن میکنی، خیر صدقات میکنی، فایده او انشاءالله که به روح میت میرسد. خب اما طریق صدقه، البته که صدقه هایی که امروز میکنن، البته این به همه معلوم است که اگر به نیتی باشه که میگن این همسایه هم میگه که این نکرد در حق پدر مادرش، یا که مثلا به نیت نشان دادن ریاکاری باشه ثواب نداره، یا کم بغلی باشه که دست خودش نمیرسه زن فرزندش خوبتر بخورانه بپشونه، تعلیم دختر و بچه شکنه، او قرض کرده خیر صدقات میکنه، این خیر صدقات قبول نیست، به دربار خدا این قبول نیست. از او خیر صدقه که قرض میکنی در حق پدر مادرت میکنی، او پول جمع کن، دختر تا به سطر حجاب کن، انا ثواب در نزد خدا. دختر تا به سطر حجاب کن، زن تا نماز خوان کن به سطر حجاب کن، این فرض است، امر خدا هستی، او فرض نیستن، اون نفله بکنی ثواب نکنی چی گپینی. یا بچه تا نماز خوان که تعلیم قرآنش رو او بکن، این ثواب است، این امر هستی. اما صدقات معین کردنی روزش در اسلام نیست. معین کردن روزش که حساب کنه، 40 حساب کنه، سال حساب کنه، هفته حساب کنه، مثلا که 6 ماهگی و دیگر اینها را معین میکردگی شارع است، شریعتی را معین کردگی نیست، این مردم از پیش خود میکنن. اما 40 سال هفته یا را ناگفته هر روز که صدقه کردن میکنه، کردن میگیره در پدر مادرش، بابا و بابیش، هر روز که میکنه کردن میگیره، درسته، جایزه، ثوابه.
صدقه را هیچ کس منع نمیکنه در اسلام. خدا از مانعان خیر بیزار. او کسی که صدقه را منع میکنه خدا از رنگ او بیزار است. خدا از مانعان خیر بیزار کند. او مانعان خیر در نار، منع کننده های خیر صدقه را خدا آتش دوزخ جوش میکنه. البته که کردن شرط هستی. پدر مادر 18 سال تربیتت میکنن. این مادر شبهای دراز الله میگن میخراند، میپشاند، پشاکات میشو و قاقت میکنه. این قدر شب زنده داری ها خواب شیریش ترک میکنه، دستش در آب خنک میزنه. البته که در حد تو یک گاو بزرگ گوسفند کشتی ختم قرآن کردی حتما بکنی. رنگی به صاحب واری ارواح در بدر کیم که جوی مچید نگرده، بلکه از همون فرزنداش خشنود باشه. خب نمودهای صدقه البته که صدقه جاریه که نه این افضلتر بهتر است. صدقه جاریه یک خیش در همین مسجد بیاره بمونه به نیت ارواح پدر مادرش یا به نیت جانی خودش، یک خیشتی تنها تا زمانی که چند عصر این مسجد بنا است خلق نماز میخونه ثواب برای روح پدر مادری طرفتن میگیره. تا زمانی که همین مسجد بنا هست این صدقه جاریه هست. یا آب میکشه به یک محله را میبره، مثلا ودا پراود میکشه یا گاز میکشه یا سوید میکشه، تا زمانی که از او استفاده میکنن ثواب با او بنده رسیدن می. اگر چندین بنده بمبرم 100 سال او را استفاده کنن 100 سال به روح او رفته رسیده استفاده. حاجی سفر مرحوم مسجد چرمگه را بنا کرد، یک عصر زیاد شد که دعا در حقش رفته است. یا دیگر البته ثروتمندهای خداداد هستند که در راه خدا صرف میکنن، صدقه جاریه میکنن، البته این بهتر است. یا اینکه مثلا همون خیر صدقه در حق پدر مادر فقط همین نیست که همین خدایی کنی و همین طبق در نون بیاری مردم بخورن، نه، در حق پدر مادر بخواد 20 قرآن بر در یک مسجد 20 قرآن بیار بده، 20 طالب علم بگیرن بخونن. تا زمانی که او قرآن یک کس کشاده میکنه و میخونه ثواب برای پدر مادری ترسیده. یا یک طالب علم سر پیشاک بکن. امروزه از همه در مصرفترین مصرف طالب علم ها هستند که هیچ کس به او بیچاره یاردم نمیتونه. یک کتابی در مفتیات میره همین فتواهای میگیری در همونجا میخونی $100 $150 یا 200-300 سومونه. او طالب علم اکجا میاره قدر میخره. همین ما از کجا میاریم $100 در فتوا را میخریم؟ همین ما هم جوان مردا را میگیم مینویسیم بیچاره میره میخره میگیره میاره که ثواب به ما برسه، ما استفاده میکنیم. این همین صدقه جاریه است. تا زمانی که کتاب ما استفاده میکنیم او ثوابش با او صاحب پول رسیدن میگیره. خب در حق پدر مادر البته که خیر صدقات ختم قرآن هر چیزی که میکنیم خوب است بکنیم.